الله بر بنده خود میگه بنده در اول صفحه قرآن شروع نکردم که بسم الله الجبار القهار، اگرچه جبروت و قهر الله بر دشمنایش هست، او هم به اساس رحمتش هست که از ظالم انتقام میگیره، لکن الله بر بنده خود میگه که بنده وقتی که قرآن میخوانی من رحمان رحیم هستم، اگر اشتباه کردی خیر است، مخلوق هستی، بنده هستی، اگر گناه کردی مخلوق هستی، گناه میکنی، اشتباه میکنی، اما من رحمان رحیم هستم. وقل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله بگو برای امتت که ای بنده های من که شما زیادروی کردین در نفستان، نفستان غلبه کرد، نتانستین که خود از شر شیطان خلاص کنین، در یک گناه مرتکب یک گناه اسراف کردین، زیادروی کردین. و قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید. پس بسم الله الرحمن الرحیم، باز میگه الحمدلله رب العالمین، باز میگه الرحمن الرحیم. چرا بسیاری وقتا انسان فکر میکنه که رب العالمین است، قوی است، با عظمت است و من گناهگار هستم، اگر اندک غضب خود حاضر کنم تکه تکه میشم. پس الله میگه که درست است، من رب العالمین هستم، این کوهها، دریاها، بحرها، جهان خلق کردیم، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لکن سر تو بنده خود چی هستم؟ از این خاطر باز می بر بنده خود میگه بنده من و انا التواب الرحیم، خیر است که اشتباه کرد، من تواب هستم. و تو نیست که تو یک دفعه توبه کردی ببخشم باز دوم دفعه نه، 100 بار اگر اشتباه کردی، چون من بسیار پذیرنده توبه هستم، 1000 مرتبه توبه کو، 1000 مرتبه اشتباه کو، 1000 مرتبه پس بر. باز میگه فانی قریب، بنده من دور نیستم، نزدیک هستم، قریب هستم، رجوع کو به بارگاه من. اجیب دعوت الداع، من اجابت میکنم، من مجیب هستم. ببینید الله بر ما نامهای خود یک یکی، صفات خود میگه، اسماء الصفات و اسماء الله الحسنى، تا که تو بنده از رحمت الله استفاده کنی، از ای که تواب است توبه بکنی، از ای که غفور است بخشاینده است، غفار است میبخشه گناه های ترا، کل از این تا بنده و بارگاه الله رجوع کنی. پس اگر انسان با اینمی اسماء الله الحسنى را در مقابل چشم خود قرار بده و از گناه خود توبه بکنه و عقیده داشته باشه که الله قریب است و عقیده داشته باشه که الله رحمان رحیم است و عقیده داشته باشه که او غفار است و عقیده داشته باشه که او ما را دوست داره و تمام نعمتها را بر ما داده و بر ما ستر کرده، گناه مرا رسوا نکرد. پس این بنده که با اینمی اعتقاد دست خود به بارگاه الله بلند بکنه، الله دعایش قبول میکنه. الله سبحانه و تعالی فرمایشون رو توفیق نصیب کنه، بارک الله فیک، سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت شود.